سلام، وقت بخیر. احوال شما؟ ابو نسیم هستم از شهر آبادان، خوزستان. نوکر همه کوکا هستم. ما میگم آب هر روز باید به پاجوش بدین به مدت 40 روز. قشنگ نگاه که الان زیرش آبه و حالت مثل سوراخ و داره. الان 20 روز کاشتمش و هر روز آب هنوز هم ترک برمیداره زمین و هنوز نخوسونده درست. باید بخیسه که قشنگ ریشه بده. یه چیزی هست ما الان باتون به قول معروف تعریفش کنم. پدر خانمم یهویی ورم کرد، پروستات یا مثانه نتونست دیگه بلا نسبت شما بره دستشویی. رفت دکتر بهش گفت این قرصه رو بخور کاکا تا 5 روز بیا دوباره ببینمت. اینم یه به قول منوس یه دومادی هم داره. دختر دومش داده به کسی. اومد خونه، گوه سید چطوری حالک؟ گوه شلنگ گذاشتیم و فلان اینا. بعد این گفت خب قرصا چی بهت داد؟ گفت اینا رو به ما داد. گفت 5 روز دیگه بیای شلنگه در بیارم. گفت اینو نخور، این ورم میکنه، میزنه به فلانت، میزنه به فلتانت. نخور این قرصا رو. کی داده بهت؟ اینم آمون پدر خانمم سید فقیره. سید به قول ما میگیم فقیره یعنی ساده است. این قرصا رو کنار گذاشت. بعد 5 روز رفت آزمایش گرفت، سونوگرافی گرفت، کلی خرج. رفت پیش دکتر نگاه کرد، گفت خیر ممکنه سید، مشکل چیه؟ تو اصلا هیچی نشده، مجرات باز نشده، قرصاتو به انتظام خوردی؟ گفت نه والله دومادمون اومد گفت نخوره اینا، بده. گفت دومادتون؟ گفت آره. گفت برو خونه 5 روز دیگه اینا شلنگم بذار، 5 روز دیگه این اولاغ دومادتونم با خودت بیار ببینمش. طرفت از این حرفا یکی زنگ زده به ما، میگه یه آشنایی اومد گفت نمک بده به نخل، نمک بریز زیرش که نمکدار بشه زمین. هیومیک اسید میدیم پی اچ خاک درست کنه، نمک رو به قول معروف بشکنه و درست کنه، اصلاح کنه پاجوش و زمین. و این رفته بهش گفته نمک بذار، مثل او یارو گفته قرصا رو نخور، شلنگه رو گذاشت تا 10 روز بلا نسبتتون تو مثانش. و پدر خانم تا الان دیگه نمیدونم کی بیاد بگه فلان، میگه فقط دکتر. خودت چرا رفتی دکتر؟ همون روز زن بزن به ما، زن بزن به دوماد او یکی که بهت بگیم مثلا یه ویزیت بهت بدیم. هرچی و کارش هرچی فلان. کاکا باید 40 روز آب بدی به پاجوش، 40 روز رحمش نکنی، بعد 40 روز قطع کنی. هیومیک اسید، ریشه زایی، اینا رو باید مرتب هر 1 ماه 2 ماه بدی. NPK فسفر بالا بده کاکا، بده به پاجوش، بذار بگیره دیوونه شه. میبین دیوونه میشه. ضد قارچ بزن، حشرکاش بزن. بابا اگر ارزش داره نخلتو خرجش کن، اگر ارزش نداره هیچی دیگه بندازش تو گل و یه خورده آب و منتظر باش در بیاد. در خدمتیم، ببخشید نکنه چیزی گفتیم. ما نوکر همه هستم. با اجازه.